استقامت اگر تکمیل کردی عالی ربط القلب است. قلب دی قدر قوی میشه که به جز از الله به هیچ چیز نه اعتماد داری، نه چیز از پیشش میترسی، نه طمع برش داری، همه چیز تا به الله حواله میکنی. اینمی مرحله نزول رحمت کی میشه؟ الله متعال. قرآن کریم به 4 مرحله اشاره میکنه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه، ای مردم آمده براتان نصیحت کامل که در شما انابت پیدا میکنه، شما را متوجه میسازه که مردم جستجوی حق شوه، عناد تعصبی گپا کل شو طرف بندازه، شخصیت پرستی، قوم پرستی، بت پرستی بگوه، تمام پرستشای غیر الله را کل شو طرف بندازه، پرستش من دون الله را کلش دفن کنه، به الله پرستش کنه. من ربکم، این موعظه و دین است از جانب پروردگارتان است. 2 مرتبه و شفان، حالی در مرتبه وصل رسیده ای، تمام چیزایی که در سینت وجود داره دور کده توسط قرآن برو، تالی در خودتون نو روان شده بودی، حالی دیگه امو چیزایی که خللناک ضررناک است از قلب دور کده برو 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 برو، حالی دیگه هدایت برات نصیب میشه، راه استقامت برات برقرار میشه، روان شو دیگه. پس از او رحمت الله سرت مکمل آمده رایست. یک مرحله که در مؤمن میایه، در مقابلش در منافق همینطور 4 مرحله وجود داره. اول مرحله از و شک و تردد است، 2 مرحلهش اعراض است، روگردانی میکنه، 3 مرحلهش چی است؟ جدال قطعت میکنه، جنگ، عداوت، از باطل خود دفاع میکنه. 4 مرحلهش چیست؟ ختم القلب، بس مور و لاک میشه دیگه، گپا سرش تاثیر نداره. اونجا باز اون مورد غضب کی میشه؟ ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم سرش میاد. 2 دیگر چی؟ الله متعال اشاره به این میکنه این مراحل است. انسان وقتی که خدا به الله نزدیک میکنه، این 4 مرحله دیش آمده رایسته. اول نصیحت پذیر میشه، پس وقتی که تو نصیحت قبول میکنی، گوش میگیری که ما چی کارا بکنم چی کارا را نکنم، قرآن میشنوی، موعظه است. او این وعظ هم از جانب پروردگار ساخته بشر نیست، نه ایره امام ابو حنیفه رحمه الله مقرر کرده، جایز و ناجایز، روا و ناروا گفتن، احمد حنبل، نه امام مالک، نه امام شافعی رحمت الله علیهم. از جانب کیست؟ خطایی متایی قطع عندش وجود نداره. بعد از او شفاء لما فی الصدور، آلی که گوش گرفتی، آلی برد یکه کمی هدایت قرآن نشسته، مثل که یک تعداد برادر و خواهرها انابت کردن، از خانه حرکت کردن آمدن تا اینجا را این انابت بود. آلی که در درس قرآن نشستن، آیت که میاد فقط تو میگی سری خودش نازل شده، کاروایی خودش یکه یکه در ذهن میاد که تا دین روزه خاکی قبرم میخوردم، تا دین روزه سخی صاحب صدا میکردم، تا دین روزه اعتمادم سری کی بود. آل دیگه اینمی گپاره مرزا را دور کده برو. زمانی که از این مجلس قرآن کریم از این درس میخیزی، اونجا میری یک آدم میبینی که آواز شرک میده، در وقت خیستن میگه یا پیرانی پیر صاحب، تو برش میگی نه ای گپ ای کلمات نادرست است به خاطر که شرک است. این اینجاست که روی دور میده، تو ملاگک نو پیدا شدی و بیگک شما و بیاستی اولیاء را قبول نداری. حالی دیگه مرد استی تن بده دیگه، کرکورک شروع میشه. در مجلس هم که نشسته باشی 2 نفر کرکورک میکنه، اموس خب دیگه چی میکنه؟ اینجا که میگیره، خب دیگهش باز میگه یک طایفه پیدا شده نوکرای یهودو چی هسته؟ نصارا ملت تطعه. دیگه چی میکنی؟ در خانه نفاق پرتافته، پدر و بچه را در مای خود در جنگ انداخته. وای 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 وای. یک روز یک کسی برام زنگ زد، خو یک از خواهرها، مولی متوکل دوستی ما، گفتم بله. این لعنتی الله سری تو، این بدبخت شدی. چرا خیرم؟ خواهری گرامی خیرت است، خیرت است. چی حالا شروع کردی؟ یکی گپاره. ما گفتم چی کردیم خواهرم، چی کردیم؟ تو یک دفعه مرا بگو، حالا نکنه چی است؟ گرفتی؟ نه بچه از ماست، نه دختر از ماست، کل بیگانه شده. ما در دکتری روان میکنی بود، در طرف مسجد میرو. ما گفتم حق داری خواهرم، بسیار حق گفتی، خیلی الله برات اجر بده. افسوس است که من بسیار کاری خطا به خاطری کردم که اولاد طرف مسجد میره. اگه من که میگفتم برش که طرف سینما بره، باز خیلی خوب بود. کلاب قطع کرد باز دیگه اینو استقامت اختیار کن. بعد از او برات و هدن هدایت کننده است، نمیماند. قرآن کریم وقتی که حالت برات میرسه تو را آرام نمیمانه، حالی در جنجالات
آغشته میشی، مسئولیت شناس میشی، احساس میکنی که من چی مسئولیت در برابری قوم خود، همسایه خود دارم، اقارب خود دارم، من چی باید بکنم. زمانی که کار شروع کردی در راه دین الله مصروف شدی، آل دیگر رحمت الله سرت میآید، اینجا در رحمت الله قرار میگیری. تا وقتی که در این سر مرحله نرسیدی رحمت الله سرت نمیاد. رحمت الله وقتی میاد که یقینا خالصا به خاطر رضای الله حرکت شروع بکنی، باز رحمت الله میاد. رحمت الله چی رقمی است؟ من خولت میخورم یک درو. کدامی میگه در کوهستان در جنازه خسته که اسقاط نیست، مردم جمع شده بزن که نمیزنی. خوارزاده بلیغ صاحب است یا بچه بلیغ صاحب است؟ کدام است؟ خوارزاده شه. اینه باز خولت میخوری. چی رقمی رحمت است؟ لط رحمت است. چرا که لط پیغمبر خورده. کی خورده؟ پیغمبر خورده. سند شد بری تو، دستاویز شد بری تو که یا الله به خاطر نهی المنکر، به خاطر آبروی خود نه، حفظ آبروی خود نه، حفظ موقف خود نه، حفظ شخصیت خود نه، به خاطر اعلای کلمت الله آواز اونجا بلند کرده بودم و لط خوردم. این رحمت است. خب برای هر کس نه، کسی که عقیده مؤمن است، مؤمن واقعی، الله برای ما نصیب بکنه. قرآن است که همه چیز درست میکنه، اما ما از قرآن چی جور کردیم؟ بگوی کتاب ثواب و مرده ها جور کردیم، خیر و خلاص. هیچ گاه متوجه نیستیم که کتاب الله برای ما چی نه. بسیار سخت است یقینا. ما را خواهم یک تعداد اینمی قسم خواهرایی که پیدا میشد، دیروز از خارج برام زنگ زده، یک خواهر یک رقم دعا کرده برام که پرسان نکن، که ما متوجه شدیم که زندگی و دین چی را میگه. دیگه آدم حوصله‌اش زیاد میکنه. قل بفضل الله و برحمته، بگو به فضل الله و رحمت الله. خب فضل الله و رحمت الله مفسرین مختلف ترجمه کرده. فضل الله پیغمبر علیه السلام است، رحمت الله کتاب الله است. شکی در این است که فضل الله پیغمبر است. مبتدعین از این آیات برای میلاد چی میگیره؟ دلیل میگیره. قرآن میگه که خوشی کنه. خیلی خوب، همین خوشی را چی رقم کنیم؟ طریقش پیغمبر بر ما بیان کرده یا نه؟ وی در روز دوشنبه پیغمبر گفته که ما تولد شدیم، از همون خاطر روزه گرفته. او بدبخت، تو خود روزه گرفته، تو خود شکمی تو پر کرده رویست. عجیب است. او کل دوشنبه را روزه میگرفت، تو خود یک دوشنبه را پیدا میکنی یا او را دوشنبه نه 12 ربیع الاول پیدا میکنی و او را باز چی میکنی؟ شوله پخته کرده رویستی. نه بالی شوله پخته نمیکنه، پلواز. بعضی میگه مراد از فضل الله کتاب الله است و مراد از رحمت الله سنت رسول الله است. بعضی میگه مراد از فضل الله دین اسلام است، مراد از رحمت الله قرآن و سنت است. در بین اقوال اجنا و تضاد نیست. راجح ترین قول که از صحابه از زیاد نقل شده این گپ است. فضل الله قرآن کتاب الله است و رحمت الله فهم قرآن است. کسی که معلومات قرآن حاصل میکنه اینمی آدم چرا فهم ذریعه عمل به قرآن میشه، وادار تو را میسازه که سر کتاب الله عمل بکنی. وقتی که عمل کردی رحمت الله سرت میاد. از همون خاطر نهایت خوشحالی را توسط ازی باید انسان حاصل کنه. فبذالک، پس بینمی دو، یعنی که قرآن هم برد آمد و تو فهمیشم، معنایشم فهمیدی، مقصدشم فهمیدی، فلیفرحوا، باید که خوشی را ظاهر کنن مسلمانا. هو خیر، اینمی قرآن حاصل کردن، فهم به معنای قرآن خیرون بهتر است، مما زمال عزت، دارایی، مرتبه، حکومت، بگوی سرمایه، زندگی اجمعونه که مردم جمع میکنه است، همش کرده. یقینا چرا؟ این چیزی است که پایدار است. هم در دنیا انشاءالله الله برات عزت میده و هم در آخرت خو عزت است. قل بگوی پیغمبر علیه السلام زمانی که قرآن آمده تمام مسائل کتاب الله بیان میکنه. چی حق داره کسی دیگره که یک چیز حلال دیگه چیز حرام بکنه؟ چرا؟ حلال کننده حرام کننده خالقی از او باید باشه. هر چیز کی پیدا کرده؟ پس مصلحت هر چیز برای الله معلوم است که مضر است یا مفید است. اوست که بعضی را حلال و بعضی را حرام بکنه. کسی دیگه این تصرف و این اختیار نداره. این را میگه شرک در چی است؟ تشریع. کسایی که حلال و حرام میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ارائیتم، خبر بده مرا، ما انزل الله لكم من رزق، آن چیزی را که روان کرده الله متعال فرو فرستاده برای منفعت شما از رزق. اینجا رزق کل فصلا و حیوانات و کل گیره شامل میشه و رزق اینجا شامل میشه به رزق معنوی هم که وحی الله است برای راهنمایی ما. فجعلتم منه حراما، پس شما گردانید از رزق الله
چیزی را حرام و حلالا چیزی را حلال. عجیب است. رزق الله روان کرده برای فایده شما تقسیماتش کرده رویستی. قل بگوی پیامبر علیه السلام الله اذن لکم، الله برایتان اجازت داده ام علی الله تفترون، یا بالای الله شما دروغ جور میکنه میگی یا حلالی حرام، الله خیر حرام نکرده شما چرا میگی؟ اشاره میکنه که کسی ده حلال و حرام قطعا تصرفات قائل چیست؟ تصرف نداره. این فقط خاصه کیست؟ الله متعال است، حاکمیت از الله است، توحید حاکمیت این میره میگه اگر چیز حلال میکنه یا حرام میکنه کلش در پیش الله متعال است. و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب، نیست گمانی و کسانی که جور میکنه بالای الله الکذب دروغ یوم القیامت در روز قیامت. و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب یوم القیامت، نیست گمانی و کسانی که دروغ جور میکنه بالای الله جور میکنه الله بالای الله الکذب دروغ یوم القیامت در روز قیامت، که امرایشان چی معامله کرده میشه اینطور معامله قطعشان شوه که یا خود بگویه که وای 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 دیگه با گمانا و تخمینا شما یک چیز حلال و حرام میکنه. و ما ظن الذین دفع نمیکنه یا فایده نمیده گمانی و کسانی که دروغ جور میکنه علی الله بالای الله الکذب دروغ یوم القیامت نفع نمیده در روز قیامت گمانایشان. ان الله یقینا الله متعال ذو فضل، خیلی صاحب احسان است به دادن نعمتا یا مهلت برای مردم میده با وصفی که گناه کرده رئیس یک چیز حلال دیگه چیز حرام میکنه علی الناس بالای مردم مهربان است مهلت برشان میده زود یار عذاب نمیده. لیکن ولکن اکثرهم بینمی مهلت دادن یا زود عذاب ندادن اکثریت مردم ها لا یشکرون قدر نعمت الله را نمیدانه. لایق خویی بود که یک کمی فکر میکردن که الله بر ما نعمت داده و ما باید از این استفاده درست بکنیم، نه که نعوذ بالله ما کاری غلط از این بگیریم فایده. یا نعمت الله را چی میکنه؟ الله حلال کرده یا میگیره و حرام میکنه، یا حرام کرده یا میگیره نعوذ بالله چی میکنه؟ از جان خود حلال. آیا الله متعال براتان مناسب چیز حلال نکرده بود؟ هر چیزی که الله حلال کرده او مفید برای انسان است و هر چیزی را که حرام کرده مضر برای چی است؟ اما این انسان ناشکر دیرمی حل و حرمت الله اکتفا نمیکنه، چی میگه؟ حرام میگیرن برای خود چی میکنه؟ حلال، او حلال میگیرن باز حرام میکنه. و ما تکونو فی شأن و ما تتلو منه، نمی باشید تو در یک حالت، مراد از شأن همون حالتی که پیغمبر علیه السلام در صدد در قصد یک کار است او را شأن میگه. چرا که شأن قصد میگه. پیغمبر علیه السلام تمام شؤونات زندگیش مقصودی بود، هدف داشت، تلاشی پیغمبر به می خاطر بود که دین الله گسترش پیدا بکنه، در خواب، در بیداری، در رفتار، در هر جای. از او خاطر به نزد الله متعال شؤون پیغمبر علیه السلام یعنی حالات پیغمبر قدر و قیمت داره. اگر ما و شما به شؤون خود قدر و قیمت بدیم همیشه شؤون ما در خدمت دین باشه، در تفکر دین باشه. در خانه هستی سنجش میکنی که ما چطور یک برنامه را در پیش بگیرم که راستی هم خدمت دین کرده بتانم. اینمی شؤون است. الله متعال قدر داره پیش الله متعال شؤون پیغمبر علیه السلام الله برش میگه و ما تکونو فی شأن، تو نمی باشی در یک حالت از حالتا، و ما تتلو منه، تو تلاوت نمی کنی از جانب الله من قرآن، یعنی از قرآن. هو زبی راجع به الله شد، قرآنی که از جانب الله آمده و تو برای مردم بعضیش تلاوت میکنی، یک معنی است. دو معنی. و ما تتلو چیزی را که تلاوت میکنی منه از زمین قرآن کریم من قرآن، از یک حصیش یک حصی قرآن تلاوت میکنی. ولا تعملون من عمل، شما کار نمیکنی انجام نمیدی یک کار یک عمل الا کنا، مگر الله میگه ای پیغمبر ما هستیم علیکم بالای شما شهودن حاضر و ناظر، کلی کاروایی تو پیش ما حاضر و ناظر است. غم درد رنجی که شما میکشه به خاطر دین الله، از الله گم نیست، از الله ضایع نیست، همه را الله مشاهده میکنه. از تفیدون فیه، در آن وقتی که شروع میکنید او کار، کدام کار که حرکت میکنی شروع میکنی الله حاضر و ناظر است. پس وقتی که اعمالتان مراقبت الله میکنه هیچ نوع حراسی از کسی نداشته باشه و هیچ فکر نکنی که این پاداش داره یا نه، مردم مرا خوب میگه یا نه، الله میبینه، الله پاداش میده. و ما یعزب عن ربک، پوشیدن است از پروردگار تو من مثقال ذره، به مقدار یک ذره فی الارض، در روی زمین. اما چیز به الله واضح است،
پس عمل کردی شما، نیکی شما، دعوت شما مکمل معلوم است. ولا فی السماء، در آسمان هم پوشیده نیست، ولا اصغر، خیلی خرد، من ذالک، از این ذره، ولا اکبر، و نی از این کده بزرگ، هیچ کدامش پوشیده نیست، الا فی کتاب مبین، مگر در علم الهی است، یعنی در لوح محفوظ نوشته شده، ثبت شده. پس وقتی که سندی تو ثبت است چی غم داری؟ حرکت کرده برو، کار کرده برو، در مردم سعی نکن که فلانی اینطور گفت من دیگه این کار نمیکنم، فلانی اینطور گفت من دیگه نه کاری تا دیدامه بوده. الله خو میبینه، پیش الله هست. الا خبردار، این اولیاء الله، یقینا اولیای الله، لا خوف علیهم، نیست ترس بالایشان، دوستای الله نیست ترس بالایشان، ولا هم یحزنون، غمگین هم نیست. ترس چرا نیست؟ کاری را نکرده که خلاف شریعت باشه که بترسند، یا کدام مامورات الله را ترک کرده باشه انجام نداده باشه. ولا هم یحزنون، غمگین هم نیست. آن چیزی که موجب اجر آوردن نیست و هم از پیشان فوت نشده، هر چیزی فضیلت در سر رسانده. معلوم شد که اولیاء کسانی هستند که زندگی خود در داخل چوکات دین مکمل گذرانیده، نه تنها که فرایض و واجبات تکمیل کرده، از منیات خود منع کرده، فضایل هم به دست آورده، همه چیزها را به دست آورده. این ولی میگه، خودی قرآن تعریف میکنه، الذین آمنوا، اولیاء کسانی هستند که ایمان داره، عقیده قرآنی داره، از نگاه عقیده ادن و ملاحظه دو دیده نمیشه، و کانوا یتقون، هستند مکمل عمر در تقوا. الله اکبر. تقوا چی را میگه؟ مامورات الله را مکمل بجا کردن، از منهیات خود نگاه کردن. تقوا 3 مرتبه داره، دوری تنها از چی؟ شرک و کفر. 2 مرتبه هم از شرک و کفر، هم از حرام. 3 مرتبه که درجه اول میشه شرک، کفر، بگوی دیگه محرمات، از مباحات هم، از چیزای مشتبه هم خود چی کرده؟ بالکل نگاه کرده. اینی را تقوا میگه. زمانی که یک کسی اینی طور تقوا را بعد از اینکه ایمانش مکمل صحیح صفا سالم باشه اینی طور تقوا را اختیار کنه، اینی را مردم اولیاء میگه. چی میگه؟ اولیاء را شناختی؟ در یک جمله الله متعال معرفی کرد. اولیاء ای را نمیگه که در هوا بپره، در کجا بره. با چی؟ حسن بستری رحمه الله یا با یک عالم دیگه گفته شد که امام شافعی رحمه الله میگه که فلانی کس در فلان جای خب ولی چرا؟ به خاطر که در سر او میگه، یعنی طور پیاده میره در هوا میپره. گفت نه، خطا کرده، به خاطر که اگر سر او رفتن گفت ولایت میبود، بقها خیلی چی بود؟ ولی بود. مگسا در هوا میپره، خیلی ولی بود. ولی به این نمیشه، اینی ولی است. اینی ولی شما ببینی که مردم ما در شناخت مفهومی ولایت خطا شده یا نه؟ با عمر ملنگ در کو زندگی کرده، با عمر نه جمعه را شناخته، نه غسل شناخته، نه نماز شناخته. وقتی میمره بگه گنبد سرش جور میشه. چیز بسیار ولی خدا بود. چی رقم ولی خدا بودی؟ این خو مجنون دیوانه بود، حتی مکلف نبود. این چی رقم ولی شد؟ حالی ببینی این اولیاست. اگر کسی در زندگی خود یک بدعت و شرک بکنه ولی شده نمیتونه. پس این مردمایی که مردم دعوت به شرک میده او کان بدعت هاست. کل بدعت ها را کی پیدا کرده؟ امی که در وطن ما و شما به نام کی مشهور میشه؟ به نام ولی مشهور میشه. و عقیده دارن که بعد از مرگ شام نفیش به ما میرسه. نعوذ بالله. خب ولایت از کجا حاصل میشه؟ تقوا از کجا حاصل میشه؟ زمانی که ما مامورات بشناسیم، منهیات بشناسیم. توسط چی شناخته میشه؟ قرآن و حدیث. پس یک کسی که در عمر یک روز مدرسه را نخونده، قرآن یک آیت ترجمه نمیتونه، یک حدیث تشریح نمیتونه، و او ولی است. مریدا داره، هیاهوی شروع است، دستمال برش اینطور کرده رایسته، اینطوری کرده رایسته، ها با دستمال خیز میزنه. پیغمبر هم این کار کرده. صحابه کرام توپ مست میکرد، ها مست میکرد، کمی طور میکرد که خیز بزنه اون طرف چرملاق بخوره. همینطور کدام کرده؟ دین بدنام کردن. مضرترین فرقه که دین یقینا بدنام کردن امی مردم است. در بدر کرد مردم، تباه کرد به نام دین. پیغمبر همینطور کرده بود. وقتی پرسان میکنی چی را میدانه، مردم از چی فریب میده؟ علمی لدنی دارم. خب تو بیا تو یک دفعه که من یک کتاب نحو صرف بشانم تا تو یک قاعده را برام بگو که تو علم لدنی داری یاری، یک آیت قرآن تشریح کو، یک حدیث بیان کو. عجیب است. مردم هم هر نوع کاری مخالف هم که میکنه، مردم چی میگه؟ اولیاء را چیز نگو، یاد عالم دیگه است. نعوذ بالله. کاروایایی را یا کرده که از گفتن نیست،
لیکن این مردم چی میکنه؟ فخرام میکنه. نعوذ بالله. کارایی کرده که از گفتن نیست. حمل میکنه که نه شریعت جداست، طریقت جداست. ده شریعت نارواست، ده طریقت روا. بله ده این طریقت خود دیگه. این طریقت اختلاط مرد و زن، زنا، بگوی هر چیز کلیپا را یک دفعه ببینی که مردم ببینی. عجیب است. دین میره میگه خو خیر و پیش الله متعال رفتنی سب الله جواب میگه که دین چقدر بدنام کردن و چقدر مردم تعالی را گول خورده. در دروازه های از یا افتاده است، درباری از یا امید چی را داره؟ ثواب و جنت رفتن از اونجا داره. کتاب الله را در عمر نخوانده، پس نکرده. خو کسی که علم نداشته باشه از کجا ولی شوه؟ ولایت خو به توسط علم میاد. یکی آیا برای اولیاء کرامت ظاهر شدن ضرور است؟ نه، قطعا نه. کرامت یک امر خلاف عادت عام مردم است که به دست یکی از جمله کسایی که الله دوست دارشه برای عزت از او ظاهر میکنه. البته این اختیارش نیست. اگر این دعوا کنه که من این کارو میکنم حتما ساحر است. اختیارش نیست. الله گوی ظاهر میکنه گوی نمیکنه. کرامت حق است، درست است. مریم در قرآن کریم میاد واقعش ان شاء الله پشتی سر باز بر ما میاد. در دی ولادت او را فرا میگیره میره در اونجا درخت خرما خشک است، هیچ برگ نداره، هیچ چیزام نیسته. الله برش فرمان میده که شور بده و خرماهای تر برش میاد. در کمره داخل است، دروازه قلف است. زکریا علیه السلام رفته پس میاد میبینه که میوه های یک فصلی است که فصل فعلا وجود نداره. و مریم میگه انا لکی هذا، این از کجا کرد؟ این کرامت است. اما این کرامت معنای الوهیت نداره که اینی کار به این آدم شد الله کرد آلی دیگه مریض هم شفا داده میتونه و حاجت مردم هم پوره کرده میتونه، مشکلی مردم هم. این گپ غلط است، اینا درست است. کرامتی مفهوم نداره. امروز مردم ما ولی را چی معرفی کرده؟ الله. نعوذ بالله. خلاص. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برای از بشارت خوشخبری در زندگی دنیاست. این در وقتی است که فرشته ها قبض روح از را میکنه. دین اینجاست که برای از خوشخبری میده. وقتی ملک الموت قبض روح میکنه دیگه ملائک در گرد و برش مجهز استاده میباشه بر چفک و مجردی که روح قبض میشه و میگیره در دستمالی که از جنت آورده اینقدر خوشبو میباشه که پرسان نکو. زمانی که روح مومن بالا میره دروازه ها در آسمان ملائک پرسان میکنه خوشا به حال این آدم یکی است، یکی یک قسم مقام و منزلت داره، یک دم خوشبو میباشه. اما روحی کافر بسیار به سختی میبره، آنقدر بدبو میباشه که پرسان نکو. ولی کسی است که مکمل زندگی خود در طاعت الله متعال تیر کرده، مطابق تعلیمات رسول الله زندگی کرده. یک مانا. دوم لهم البشرا، برای از یا خوشحالی دل است در زندگی دنیا با وصفی که یا خیلی مشقت میبینه، تکلیف میبینه، رنج میبینه، اما دینمی حالت هم یا خوش هستند. بهترین خوشی بر انسان کجاست؟ زمانی که یک لحظه عمر در طاعت الله تیر شد بعد بسیار خوش باشی که الحمدلله. ما که از ترجمه خلاص میشیم بسیار خوش میشیم که الحمدلله این لحظه ما در درس قرآن تیر شده. و فی الاخرت، در آخرت هم الله متعال را بشارت میده، مدح از یارا میکنه. لا تبدیل لکلمات الله، نیست تبدیلی در فیصله الله، در وعده الله. ذالک هو الفوز العظیم، اینمی کامیابی که در دنیا هم بشارت باشه در اطاعت الله، در آخرت هم مدح تو را الله بکنه، از عذاب نجات بده. تا اینمی کامیابی بزرگ است، الله نصیب کل ما بکنه. ولا یحزن که قولهم، غمگین نسازه تو را. پیغمبر علیه السلام گفتارای از یعنی این مخالفین اگرچه تن در عزت شما میزنه، رقم تومتا را در جان تو بسته میکنه. گاهی کاهن، گاهی ساحر، گاهی مفتری، گاهی مجنون، گاهی شاعر برات گفته رایست، گاهی صابی برات میگه. خو لیکن این نترسی که مردم یک دم یک جانب شده، کلی مردم یک طرف شده. عزت تو را بکاه. چرا؟ ان العزت لله جمیعا، یقینا عزت خاص در ملکت و اختیاری کیست؟ الله متعال جمیعا مکمل، کلی مردم یک طرف باشه. کسی که به خاطر دین الله قدم میگذاره مدح مردم کار نداره، مردم یک طرف شود، ناراض باشه، برای قطع تعلقات بکنه، در مردیت نمیم، در زندیت نبیا، الله بیخی نبیاره تو واری کسا. هو السمیع العلیم، الله فریاده شنونده است، هر دعا را میشنوه. العلیم میدانه نیت اراده را،
کدام مقصدی که تو داری پیغمبر علیه السلام مکملی را میشنوه. غم نکو، این مردم ها خود تو را همونطور نمیمانه. یک طرف دلسوزی تو را بیبی و یک طرف تبلیغات از او را بیبی. امروز ما شما همونطور است. از او خاطر الله متعال عالی برش بیان میکنه که گپا واضح شده، دلایل بیان شده، این مردم ناحق همینطور تهمتا میزنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.